دشمنانم ضعیف و نامردند، دشمنی مرد آرزو دارم. درود بر شما هموطنان عزیز. از این سطرهای جاودانی استاد لایق آغاز کردن این برنامه تصادفی نیست. امروز گذرنامه من، پاسپورت من را در روسیه بیکار حساب کردند و دادگاه به قرار آمد که من غیر نوبتی شهروندی روسیه را پذیرفتم. الوداع گذرنامه روسیه. اصلا امروز گپ نه درباره من، درباره دوست من قدمشاه اسمتوف می رود. چرا من قدمشاه را خودم می حسابم؟ شاید نه همه دانند، اما اهل فیسبوک می دانند که قریب 5 سال است که یک گروه در فیسبوک همیشه می نوشتند که قدم اسمتوف چنین آدمی وجود ندارد. قدم اسمتوف این فیک دادا جان عطااللهیف است. حتی سوگند می خوردند، قسم می خوردند که بالله والله تالله قدم اسمتوف خودی دادا جان است. من افتخار می کنم که اگر من یک مهاجری تاجیک قدم اسمتوف باشم، اما من قدم اسمتوف نیستم. قدم اسمتوف واقعا یک شخص بسیار تبرک و برای من عزیز است. تنها به خاطر دفاع از من از چند جانب به او هجوم میکردند. میگفت هم از این طرف هم از آن طرف میگفتند که اصلا قدم اسمتوف وجود ندارد و هر چیزی که قدم اسمتوف در فیسبوک می نویسد یا در شبکه های دیگر اجتماعی این خودی دادا جان عطااللهیف است. و روز بدون مشورت با من قدم اسمتوف یک ویدیو کرد و خودش اعلان کرد که من قدم اسمتوف هستم، این چهره من، این صورت من، این صدای من. من تعجیلا به قدمشاه زنگ زدم. من کاری خطا کردید، افسوس، شما بودن دشمنای خواب بیدار کردید. و گفت، قدمشاه گفت من آمادم که زندان شوم، آمادم که هر چیزی به سرم باید من آماده هستم، اما من باید شما را دفاع میکردم و حقیقت را میگفتم. بعد از این حکومت تاجیکستان آگاه شد و قدم را در جستجو اعلان کردند. او را به آن ایبدار کردند که گویا که قدم اسمتوف به چند گروه تروریستی یا اکستریمیستی اعضا است و از آنها پشتیبانی میکند. 2 بار در شهر سراتوف محاکمه دادگاهی برپا شد و 2 بار اول قدمشاه اسمتوف پیروز آمد و بار سیوم و بار چهارم 2 بار دیگر شعبه کارهای داخلی ولایت سراتوف از سر اینا به دادگاه مراجعت کرد و دادگاه شهر سراتوف امروز اعلان کرد که شهروندی قدم اسمتوف غیر قانونی بود. شما تصور میکنید قدمشاه در همین شهر سراتوف خدمت حربی کرده است در ارتش شوروی. بعد جنگ این گریزه شد و به سراتوف آمد. 5 سال که اقامت داشت، یعنی ویدنژیتس و 17 سال شهروندی روسیه بود. چرا یک باره این مسئله پیش آمد؟ وقتی که از 2 جانب و از 2 سمت به یک مهاجر هجوم کردند، این یک مهاجر چی میتواند کند؟ اکنون تصور کنید که امروز یا پگاه هر لحظه میتوانند قدمشاه را به تاجیکستان فرستند. این به کجا میرود؟ این زاده نوآباد غرم است. در اونجا نه خانه دارد نه منزل دارد. خانهش، خانوادهش، عائلهش در سراتوف است. اگر این را واقعا به تاجیکستان استرداد کنند، این هم خانه ویران می شود، هم امکان دارد که
در تاجیکستان او را به مهلت دور و دراز زندان کنند. من نمیدانم کی را گناهکار کنم، من نمیدانم از کی مدد جویم، ولی این درجه عالی حماقت و جهالت است. من با آن باور هستم که آنهایی که اعلان میکردند که قدم اسمت داداجان عطااللهیف است و طرف حکومت هم که یک شخص بیگناه را در جستجو قرار داده بود و از مقامات رئیسیه خواهش کرده بود که او را بازداشت کنند، گویا به مقصد خود رسیدند. اما باید دانند که این ناحقی است، این ناعدالتی است، این بی‌انصافی است که یک نفری را که امسال به 60 می درآید، یک نفری که تمام عمر مهاجر بود، غریب بود، آواره بود، در کشوری بیگانه دور از یار و دیار، مجبور میکنن که در این ایامی که باید یک زندگی راحت داشته باشد خانه خدا ترک کند و به تاجیکستان آیه برند. زندان میکنن یا نمیکنن مهم نیست، اما 5 سال است که این از همه کار محروم است. حتی قدمشان میگوید که من در همین چند سال اخیر 12 کیلوگرم خراب شدم. وقتی با قدمشان صحبت میکنی واقعا جگر آدم آتش میگیرد، دل آدم آتش میگیرد. نخواد ما تا این درجه به خرافات، به جهالت غوطیده ایم که حکومت را بگذار، میگن که حکمت دیکتاتوری، حکمت خودکامه. اما آنهایی که دعوای آزادی میکنند، دعوای وارستگی میکنند، دعوای مسلمانی میکنند، دعوای اسلامی میکنند، چطور خوابشان میبرد وقتی که فردا قدم اسمتوف را استرداد کنند، وقتی که فردا با دستانی بسته یک سمالیات قدم اسمتوف را به تاجیکستان برد. ای خدازده ها، به شما چی گویم؟ شما که نه از اسلام آگاهید، نه از حقوق بشر آگاهید، نه از دموکراسی آگاهید و شما حالا از درجه حیوانی به انسانی نگذشته اید. مگر نظر دادن، مگر تنقید کردن، مگر ایراد گرفتن، مگر تصحیح نوشتن، این گناه است، این جرم است. بله، آخرین نقطه ای که ما میتونیم مراجعت کنیم این دادگاه عالی روسیه است. ما هر کاری از دستمون آید برای آزادی قدم اسمتوف، برای استرداد نشدنش به تاجیکستان کوشش میکنیم. اما این قضیه به هر نوع اتمام نشود، اذیت‌های قدمشاه، اذیت‌های یک مهاجر، بیخوابی‌های یک مهاجر، خرج و خراجات یک مهاجر، اشک‌های یک مهاجر، آه‌های سوزان یک مهاجر برگردن شماست، هم برگردن حکومت و هم برگردن به اصطلاح گویا حریفان حکومت یا دشمنان حکومت که امروز در اروپا لانه گذاشتند و مثل چوغز هر روز از آزادی و از عدالت و از انصاف و از اسلام حرف میزنند، اما به حرف شما کسی باور نمی کند، زیرا شما پلیدید، زیرا شما کثیفید، زیرا شما مندفعید، زیرا شما ارزش ندارید. نه سخن شما، نه رقص شما، نه منبع معتمد شما، نه صداهای شما، نه آواهای شما، نه دعاهای شما. قدمشاه عزیز، من تو را به خدا میسپارم. انشاءالله باور دارم که هر کجای باشی سری بلندی تو هیچگاه پس نمی شود. تو برای من عزیز بودی، عزیز هستی و عزیز میمانی. خدا به همراه.